صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. بیایید قلب و هستی خود را از عالم پریشان و مشوش جدا ساخته و لحظه‌ای چشمان خود را ببندیم و به عالم بالا توجه کنیم تا در پرتو رحمت و عنایت خداوند از او هدایت و آرامش زندگی را یافته و با تسلیم کردن خودمون به مشیت الهی از زندگی تو خالی و پوچ و بی‌معنی جدا شده و وارد زندگی حقیقی گردیم. بیایید از او طلب کنیم که ما را هدایت فرماید و بگوییم: ای خدای قدوس و قادر متعال و ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می کنیم که ما انسانها را با تمام شرارتها و یاغیگری‌هایمون ترک نکردی و ما را به حال خود در این کهکشانها رها ننموده ای، بلکه در عوض از محبت عظیم خود ای خدا ما را بهره‌مند ساخته و دعوت به حضور خودت نموده ای. پروردگارا، ما بندگان نالایق و حقیر تو هستیم که حتی لیاقت حضور آمدنت را نداریم و شایسته حتی به کار بردن نام مقدست نیستیم. ولی ای خداوند مهربان، استدعا داریم رحم تو بر ما دائما باشد و به ما فیض بده تا در این ساعت متوجه حضور تو باشیم و اراده و کلامت را درک کنیم. خداوندا، بر ما ترحم کن و گناهان ما را ببخش و ما را عفو فرما. ای پدر آسمانی، تو خدای محبت و رحمت هستی. استدعا داریم که در این ساعت با قلب و وجود و وجدان ما سخن بگو و با روح قدوست ما را تسلی و نیرو عنایت فرما تا برای تو و به خاطر تو زندگی کنیم. شکست‌ها و ضعف‌ها و کوتاهی‌هامون را خداوند به حضور تو می‌آوریم و استدعا می‌کنیم که ما را تقویت فرما. این دعا را به نام و به لیاقت یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از تو می‌طلبیم و از تو تمنا می‌کنیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. با درود بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، توجه خود را معطوف به کلام خدا نموده و از انجیل مقدس زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده جهان را برای شما بیان می کنیم تا شما را با مولا و نجات دهنده و خداوند بشریت آشنا ساخته و نور خدا در قلب و ذهن و وجودتون تابان شود، باشد که از سرگردانی معنوی و جسمانی رهایی یابید. در فصل 7 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا
از آیه 31 الی 50 عیسی مسیح به منزل شخص مذهبی یا ملای دینی یهود می رود و در این اثنا زن گناهکار یا فاحشه وارد منزل او میشه و در برابر پاهای عیسی مسیح زانو زده و شروع به گریه و زاری می کند. گریه و زاری که بیان کننده پشیمانی و ندامت از اعمال گناه آلود و ناخلف بود. عیسی مسیح رو به آن زن می کند و می فرماید که ای زن یقین بدار، خاطر جمع باش، به خاطر ایمانت گناهانت بخشیده شده. به خاطر ایمانت گناهانت بخشیده شده. ملای دینی از اینکه عیسی مسیح اجازه میدهد که چنین زن گناهکاری حتی به حضورش بیاد و مسیح او را به خاطر اینکه نکوهش نکرده خشمگین میشه. تو فکر خودش میگه که مسیح نبی نمی باشه. اگر عیسی مسیح نبی است، اگر از جانب خداست، و وقت میدانست که این زن چقدر بدکار است و آن وقت هرگز اجازه نمیداد چنین زنی فاحشه و بدکاره پیش او بیاد. از این آیه متوجه میشویم که ملایان دینی گمان میکردند که شخص نیکو و پاک و عادل به هیچ وجه نباید با چنین زنی گناهکار در تماس باشند و نباید چنین زنی رو اجازه بدهند که حتی نزدیکشون بیاد، چه برسه به این که پهلوشون بیاد و با او در تماس باشند. و چون عیسی مسیح از او دوری نکرده بود، این ملای دینی چنین نتیجه گرفت، استنباط کرد که عیسی نمیداند این زن کیست و از این سبب او نبی نمی باشد. زیرا ملایان دینی صحبت کردن با زن، آن هم زن فاحشه، گناه بزرگی می دانستند. بنابراین از نظر این ملای دینی عیسی مرتکب گناه شده بود، زیرا اجازه داده بود که زنی گناهکار، فاحشه، بدنام بیاد و پای او را لمس کند و حتی پای او را ببوسد. عیسی مسیح که از افکار این مرد دینی آگاه بود و عملا نشان می‌دهد که از باطن اشخاص دیگر نیز آگاهی کامل داره، در پاسخ سوالی که در فکر این ملای دینی بود مسئله را بیان می‌کند. یعنی با اینکه ملای دینی هنوز سوالش رو مطرح نکرده بود، مسیح فکر او رو میخونه و قبل از اینکه جواب بده یک مسئله رو براش بیان میکنه و سپس رو به آن زن میکند و از شمعون نیز میخواهد که به این زن گناهکار توجه نماید تا تفاوت بین خودش و آن زن را دریابد. در واقع با این عمل عیسی میخواهد به این شمعون مذهبی بفهماند که چرا این زن آنقدر حق شناسی نسبت به منجی خودش داره و برعکس شمعون مذهبی که خیلی کم لطفی نموده است. مسیح در مثلی بیان نمود که این زن بخشش الهی را دریافت کرد، برعکس شمعون که مرد مذهبی بود. سپس عیسی جمله‌ای رو میگه که درس اخلاق برای همه ما می باشد که اگر از آن پیروی کنیم بدون شک امروز نیز من و شما میتونیم مطمئن باشیم، خاطر جمع باشیم که خدا را در زندگی به دست یافتیم و یا در راه خدا قدم برمی‌داریم. عیسی مسیح در آیه 47 میگوید ای شمعون خاطر جمع دار که گناهان این زن آمرزیده شد، زیرا محبت بسیار نموده است. لیکن آنکه آمرزش کمتر یافت محبت کمتر می نماید. گناهان این زن آمرزیده شد، زیرا محبت بسیار نموده است. در این آیه عیسی مسیح تعلیم می دهد که محبت بی‌پایان بر اثر نتیجه بخشایش عظیمی است که شخص از خدا تحصیل می کند. دقت کنید، عیسی مسیح تعلیم می دهد که محبت بی‌پایان نتیجه است یا بر اثر بخشایش عظیمی است که شخص از خدا تحصیل می کند. به عبارت دیگر، شخصی که محبت بی‌پایان، محبت خالص، محبت بی‌ریا دارد، این شخص برکت و بخشش خدا را در زندگی تحصیل کرده است. و برعکس محبت کم حاصل بخشایش اندک می باشد. حضرت یوحنا در تشریح این موضوع می فرماید ای حبیبان یکدیگر را محبت کنید، زیرا هر که محبت کند خدا را میشناسد، زیرا خدا محبت است.
اما هر که محبت نکند از خدا نیست و راستی در او نیست. و باز می‌فرماید که زیرا محبت گناهان بسیاری را می‌پوشاند و خوشا به حال کسانی که راه محبت را طی می‌کنند، زیرا راه محبت راه خدا میباشد. عیسی مسیح می‌فرماید این است حکم من که یکدیگر را محبت کنید همانطور که من شما را محبت نمودم. و شاعر نامدار کشورمان این حقیقت را خوب درک کرده و به اهمیت آن نیز پی برده است. میگوید خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. راستی دوستان عزیز، سوالی که در اینجا بایستی از شما بکنم، شما که دنبال حقیقت هستید، شما که تشنه خدا هستید، شما که احساس میکنید خدا را میشناسید، یک سوالی از شما دارم و آن اینه که ایمان شما بر چه چیزی استوار است؟ ایمان شما بر روی چه بنایی، چه سنگ زاویه‌ای قرار دارد؟ خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. ایمان به عیسی مسیح ایمان بر محبت است، آن هم محبت خدا. خدا کند که امروز ایمان شما بر این اصل بنا شده باشد. اجازه میخواهم که در ادامه مطالعه انجیل مقدس توجه خود را به فصل 8 از انجیل مقدس لوقا جلب نموده و آیات را براتون بخونم. در 21 آیه اول فصل 8 عیسی مسیح با بیان مثلی درباره عکس‌العمل مردم نسبت به پیام و دعوت خدا سخن میگوید و به ما تعلیم میده که همه مردم به یکسان کلام خدا را نمیپذیرند و به یکسان هم کلام خدا را نمیفهمند. به عبارت دیگر کلام خدا با هر شخصی به نحو مخصوصی صحبت میکنه. وقتی مردم کلام را میشنوند، هر کسی به معیاری که خداوند اراده فرموده است و یا به آن قدرت فهم داده است کلام خدا را میفهمد. و همچنین متوجه میشویم که همه کلام خدا را قبول نمیکنند. در عوض عده بسیار کمی هستند که صادقانه طالب حقیقتند و بر ما لازم است که خود را بیازماییم و ببینیم که امروز عکس‌العمل ما در قبال شنیدن کلام خدا چه می باشد. به عبارت دیگر امروز من و شما وقتی کلام خدا را میشنویم چه عکس‌العملی رو نشان می دهیم. 4 آیه اول مقدمه این فصل می باشد و از آیه 5 مسئله برزگر است که براتون می خونم. کلام خدا می گوید و بعد از آن واقع شد که او در هر شهری و دهی گشته موعظه می نمود و به ملکوت خدا بشارت می داد و آن 12 با وی بودند و زنانی نیز چند که از ارواح پلید و مرضها شفا یافته بودند، یعنی مریم معروف به مجدلیه که از او 7 دیو بیرون رفته بود و یونا زوجه خوزا، ناظر هیرودیوس و سوسن و بسیاری از زنان دیگر که از اموال خود او را خدمت می‌کردند همراه عیسی بودند. از این آیات چنین به نظر می‌رسد که بیش از این عیسی مسیح مخصوصاً در کفرناهم و نواحی اطراف دریاچه جلیل بشارت داده و قبلاً پیام خدا را به آنها رسانیده است. اما در این موقع سفر به خارج از این نواحی می‌کنه. میره تا به همه شهرهای جلیل رفته و به تمام مردم مژده نجات را برساند. شبان نیکو برای جستجوی گوسفندان گم شده به راه می افتد و مردم را دعوت می نماید که به وسیله توبه و ایمان داخل ملکوت خدا شوند. او همراه 12 رسول خود و زنانی چند این مسافرت را آغاز می کند. حضرت لوقا آشکارا در اینجا بیان می کند که این زنان با بذل اموال خود در راه نجات دهنده عملاً محبت خیش را، ایمان خود را نسبت به او نشان می دادند. مریم مسما به مجدلیه یکی از آن زنان بود. احتمال می رود که مجدلیه فقط لقبی باشه که زادگاه مریم را آشکار کنند، زیرا می توان اون را به این معنی ترجمه کرد که مریمی که اهل مجدل می باشد. مجدل در ساحل غربی دریاچه جلیل بوده. در روایت آمده است که وی زنی بسیار شریر بود. وقتی عیسی را می بیند گناهان او
عیسی میبخشه گناهش و او را عاقل میکند و برای همین بود که این زن خود را مدیون مسیح دانسته و هستی خود را در راه او فدا میکند. او یکی از اولین کسانی بود که بعد از قیام عیسی مسیح از مردگان او را میبینه و مسیح با او صحبت میکنه. از آیه 3 متوجه میشویم که چند نفر از اشخاصی که با دربار هرودیوس سر و کار داشتن و یا در آنجا کار میکردن نیز مسیحی شده و مسیح را خدمت میکردن. اگر با آداب و رسوم آن زمان آشنایی داشته باشیم متوجه میشویم که سفر در این زمان آن هم همراه مسیح و شاگردانش سبب مخالفت و ایرادگیری بسیاری میشد. ولی عیسی مسیح میخواهد به مردم نشان بدهد که در حضور خدا تفاوتی بین زن و مرد نیست و هر دو در چشم خدا یکسان هستند. کلام خدا میگوید که این زنان از مال خودشون مسیح و شاگردان را مساعدت می‌نمودند و از این جهت بود که اکثر شاگردان مسیح افراد بی بضاعتی بودند. به عبارت دیگر اونا هیچ چیزی برای اعاشه از خود نداشتند و چون ایشون تمام اوقات خود را صرف خدمت و موعظه مردم می‌کردند، لذا مناسب بود که آنانی که به وسیله عیسی مسیح نجات یافته بودند توبه کرده بودند احتیاجات جسمانی معلمین روحانی خود را رفع نمایند. با وجود این کمک عیسی و رسولانش با فقر زندگی می‌کردند و هیچ متاع دنیوی در تصرف خود نداشتند. مسیح آنچه را تعلیم می‌داد همان عمل می‌نمود. آیه 4 می‌فرماید و چون گروهی بسیار فراهم می‌شدند یا جمع شدند و از هر شهر نزد او می‌آمدند، مسیح مثلی برای ایشان بیان فرمود. عیسی مسیح غالباً تعالیم خود را در قالب مثالها بیان می‌نمود. مثلی که عیسی در اینجا بیان می‌فرماید با سایر مثالها خیلی فرق دارد، زیرا در مثالهای قبل مقصود وی این بوده است که معانی عالم معنویت را در عالم جسمانی واضح‌تر برای مردم تشریح کند. اما برعکس در مثل برزگر معنی را مخفی می دارد و دلیل آن این است که هیچ کس حتی 12 شاگرد او معنی مثل را درک نکردند. حالا سوال ممکنه بشه که چرا عیسی مثلی را می گوید که شنوندگان آن را درک نکنند؟ علت این است که او می خواهد مستعین خود را غربال کند، پیروان خود را غربال کند. جمعیت‌های زیادی به دور عیسی می آمدند، ولی مقصود و هدف اکثر این مردم فرا گرفتن حقیقت نبود، بلکه از روی کنجکاوی می آمدن. یعنی یا برای شفای جسم، برخی برای تماشا و گروهی فقط برای ایرادگیری می آمدن و از مسیح سوال می کردن و فقط عده بسیار قلیلی توجهشون به عالم معنویت بود. عده بسیار قلیلی واقعا می‌خواستند حقیقت تعلیمات خدا را شنیده و آن را بفهمند و به آن ایمان بیاورند. اتفاقا وقتی آنان مثل را شنیدند، چون که نفهمیدند خسته خاطر شده و مسیح را ترک کردند. ولی برعکس آنانی که حقیقت را طلب می‌کردند پیش مسیح میرن و از او تقاضا میکنن تا مثل را برایشان تشریح کنه. و البته عیسی مسیح هم به قدر فهم آنان مثل را تشریح میکند. هرچه زمان صلیب شدن مسیح نزدیکتر میشد، بیشتر از جماعت دوری میکرد و وقت خود را صرف تعلیم مردمی که طالب درک حقیقت بودند، مشتاق ایمان بودند مینمود. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات جلب میکنم و این مثل معروف برزگر را براتون میخونم و تا آنجا که فرصت باشه در مورد آن توضیحاتی به عرضتون میرسونم و اگر نشد در برنامه فردا معنی آیات را مجددا براتون بیان میکنم. میفرماید برزگری به جهت تخم کاشتن بیرون رفت و وقتی که تخم میکاشت بعضی بر کناره راه ریخته شد و پایمال شده مرغان هوا آن را خوردند و پاره‌ای بر سنگلاخ افتاده چون رویید از آن جهت که رطوبتی نداشت خشک گردید و قدری در میان خارها افکنده شد که خارها با آن نمو کرده آن را خفه نمود و بعضی در زمین نیکو پاشیده شده رویید و 100 چندان ثمر آورد. چون این را گفت ندا در داد که هر که گوش شنوا دارد بشنود. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس شاگردانش از او سوال نموده گفتند که معنی این مثل چیست؟ عیسی گفت شما را دانستن اسرار ملکوت خدا
عطا شده است، ولیکن دیگران را به واسطه مثلها تا نگریسته نبینند و شنیده درک نکنند. اما معنی مثل این است که برز یا تخم کلام خدا می باشد و آنانی که در کنار راه هستند کسانی می باشند که چون میشنوند فوراً ابلیس آمده کلام را از دلهای ایشان می رو باید مبادا ایمان آورده نجات یابند. و آنان که بر سنگلاخ هستند کسانی می باشند که چون کلام را میشنوند آن را به شادی میپذیرند. اینها ریشه ندارند، پس تا مدتی ایمان می‌دارند ولی در وقت آزمایش مرتد می‌شوند. اما آنچه در خارها افتاد اشخاصی میباشند که چون شنیدند میروند و اندیشه های روزگار و دولت و لذات آن ایشان را خفه میکنند و هیچ میوه به کمال نمیرسانند. اما آنچه در زمین نیکو واقع گشت کسانی میباشند که کلام را به دل راست و نیکو شنیده آن را نگاه میدارند و با صبر ثمر میآورند. هیچ کس چراغ را افروخته آن را زیر ظرفی یا تختی پنهان نمی کند، بلکه بر چراغدان می گذارد تا هر که داخل شود روشنی را ببیند. زیرا چیزی نهان نیست که ظاهر نگردد و نه مستور که معلوم و هویدا نشود. پس احتیاط نمایید که به چه طور می شنوید، زیرا هر که دارد بدو داده خواهد شد و از آن که ندارد آنچه گمان هم می برد که دارد از او گرفته خواهد شد. دوستان عزیز، این مثل یکی از معروف ترین مثل های عیسی مسیح است که اجازه میخوام تا آنجا که فرصت داریم به معنی بعضی از کلمات صغیر اشاره کنم. در این مثل عیسی مسیح از یک زاره یا یک برزگر یا کسی که بذر میافشانه یا دهقان میخواد استفاده میکنه تا به مردم نشان بدهد که عکس العملشون در مورد شنیدن کلام خدا و یا خود کلام چگونه است. همه شنوندگان آن زمان با کار و معنی برزگر آشنایی کامل داشتند. مسیح از یک چیز پیش پا افتاده و یا یک انسان ساده استفاده می کند تا هدف آسمانی را بیان کند. در آیه 6 مقصود از بذر بر صخره افتاد اینه که بذر گندم بر تخت سنگی که با کمی خاک پوشیده شده است ولی در خودش رطوبت نگاه نمی دارد می باشه. در آیه 7 باید بگیم که در استان جلیل مخصوصاً در نواحی دریاچه جلیل خارها به قدری بلند می شوند که حتی اسب با اشکال می تونه از میان آنها عبور کند. در آیه 8 مقصود مسیح از این که می فرماید هر که گوش شنوا دارد بشنود این است که اگر شما واقعاً جوینده حقیقت هستید و صادقانه طالب درک اراده الهی می باشید به این مسئله مهم توجه کنید، دقت کنید، با دقت کامل به بیاناتم توجه کنید تا به معنی آن پی ببرید. به عبارت دیگر این فقط یک داستان نیست بلکه اسرار الهی است، اسرار ملکوت خداوندی است. در آیه 10 کلمه اسرار که ذکر شده است از یک کلمه یونانی گرفته شده و معنیش اینه که چیزی که سابقا نهفته بوده و حالا آشکار میشه و یا چیزی که تا حالا نهفته است مخفی بوده ولی حالا آشکار میشه. و در اینجا البته اشاره به رازهای ملکوت خدا و ترقی و نمو روحانی بشر میکنه، مخصوصا در مورد راه رهایی ما انسان‌ها از گناه که بشر بدبختانه آن را درک نکرده. در واقع عیسی مسیح میگوید که اسرار ملکوت خدا، سر ملکوت خدا درست مثل این میمانه که جعبه‌ای سربسته است، جعبه‌ای که پر از گوهرهای گرانبها سربسته به دست کسی داده میشه ولی این شخص انقدر کنجکاو نیست که این جعبه را باز کنه و ببینه در اون چیه. مثل اینی که یک جعبه رو که پر از اشرافی باشه به شما بدن ولی شما اونو باز نکنی. چرا؟ چون که ممکن از یک شخص ساده دهاتی گرفته باشی و چون که ظاهر جعبه زیبا نیست ممکن خیال کنی که چیزی پرارزشی نیست و اونو کنار بگذارید. به عبارت دیگر مسیح میگه سر این داستان درست مثل این جعبه پر از گوهره که به دست کسی داده بشه ولی این شخص کنجکاو نباشه که اونو باز کنه تا ببینید چیه توش. اگر شما کنجکاو هستید یا اگر شما طالب درک حقیقت هستید باید مثل این شخصی باشین که وقتی این جعبه رو میگیره اونو باز کنه ببینید در این جعبه چیه. و دوستان عزیز ما هم از همین روش استفاده میکنیم.
ما کلام خدا براتون میخونیم، سعی میکنیم جملات را روشن‌تر براتون بیان کنیم، ولی امیدواریم که خودتون در مورد کلام خدا به تفکر و تعمق بپردازید تا معنی آن را دریابید. از آیه 11 خود عیسی مسیح به تشریح این معنی میپردازد. مقصود از بذر یا تخم همان کلام خداست که وقتی بر قلب مردم میرسد میوه تقدس به وجود می آورد و در این مثل بذر همان کلام خداست و زمین‌های مختلف که در اینجا به آن اشاره شده مقصود قلب‌های بشر می باشد. وقتی می گوید که بذر بر کناره راه افتاد، یعنی کلام خدا در قلب‌های کسانی که به واسطه عبور و مرور و افکار دنیوی سخت شده است، مثل راه سفت میمونه، میفته و اثری نداره. یعنی مردمی هستن که اصلاً گوششون به کلام خدا نیست و کلام خدا رو در خود راه نمیدن. به عبارت دیگر مسیح قلب عده‌ای از مردم را به همین قسم تعریف میکنه یا تشریح میکنه. میگه قلب بعضیا اینطور هستن که به واسطه عبور و مرور افکار زشت و دنیوی قلب افراد سخت شده. مسیح میدوند که هیچ چیزی نمیتونه در قلب آنها تأثیر بگذارد، حتی کلام خدا. چرا؟ چون البته خدا قدرت داره، کلام خدا پر قدرته، ولی خداوند این قدرت را به زور به کار نمیبره. افکار دنیوی وقتی در قلب ما باشد دوستان عزیز، وقتی توجه ما به چیزهای دنیوی باشد، دیگر جایی برای چیزهای خدایی نیست. مسیح هر روز از این نوع افراد در جلیل ملاقات میکرد، کلمات خود را بیان مینمود و طریق خدا را اعلام میکرد، ولی در قلبشون رسوخ نمینمود. چرا؟ چون آنها راجع به مسائل و امور دیگری فکر میکردن. وقتی که توجه ما بر امور دنیوی باشه، جایی برای امور روحانیت در فکر نیست، ولی وقتی که توجه ما به امور روحانی باشه، آن وقت جایی برای امور دنیوی نیست. و دوستان عزیز، بایستی بگم که شیطان هم با مشغول کردن افکار بشر بر چیزهای دنیوی، کلامی را هم که میشنون زود از دل آدم میبره. یعنی قبل از اینکه شخص بیا رو کلام خدا فکر کنه، شیطان با چیزهایی که در زندگی شخص به وجود میآوره اصلا نمیگذاره که فرصتی برای این شخص باشه که در مورد کلام خدا رفتار کنه. حالا چون فرصتمون به پایان رفته، اجازه میخوام که بقیه کلام را در برنامه دیگر خدمتتون عرض کنم و تا اون موقع از شما بخوام که در مورد این مسئله به تفکر و تعمق بپردازید و خودتون رو بیازمایید و ببینید که آیا شما چه نوع عکس العملی در مورد کلام خدا دارید. چه نوع قلبی در زندگی دارید. آیا همانند این گروه قلب هاتون نسبت به کلام خدا سفت و سخته و کلام خدا در خود ندارید؟ آیا رفتارتون، زندگیتون نسبت به کلام خدا بی اثر، بی ثمر مرده، و یا اینکه قلب خود را تسلیم خدا کرده اید و صاحب ثمر هستید؟ خدا کند که قلب شما قلبی باشه که کلام خدا را بپذیرد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.